چجوری؟ ببین قبلی رو میزدیم. خب الان تغییرش که میخوایم بدیم اینه 4 تا روی ضرب آخر باید بزنیم. دیدی؟ دومیش هم همینه که الان زدم دیگه. آرومش رو میزنم یه بار دیگه بریم. دیدی؟ اول سعی کنید اینو تمرین کنید. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 اینو تمرین کنید. بعد برید سر وقت ریتم قبلی رو حتما اگه یاد نگرفتی حتما یاد بگیرش. این میشه یه جورایی سریعش. سریعتر از اینم